اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستای عزیز، طبق وعده حدیث از رسول الله صلی الله علیه و سلم، حدیث قاتل 100 نفر را برایتان حکایت می کنم. ابو سعید سعد بن مالک بن سنان خدری رضی الله عنه از پیغمبر رحمت صلی الله علیه و سلم روایت می کند که فرمودند: روزگاران قبل از شما مردی بود که 99 نفر را به قتل رسانیده بود. او از آگاه‌ترین و عالمترین شخص زمین سوال کرد. راهب را به او معرفی کردند. نزدش رفت و گفت: من 99 انسان را کشته ام. آیا می تواند توبه کند؟ آیا توبهش پذیرفته می شود؟ گفت: نه، آن راهب را نیز کشت. با قتل او آمار قتلهایش به 100 نفر رسید. مجددا دنبال آگاه‌ترین و عالمترین فرد آن روزگار به جستجو پرداخت. دانشمند آگاهی را به او معرفی کردند. به آن دانشمند گفت که تاکنون 100 تن را کشته است. آیا می تواند توبه کند؟ او گفت: بلی می توانی. چه کسی می تواند بین تو و توبه فاصله انداخته و مانع شود؟ سپس به آن مرد گفت: به سوی فلان سرزمین برو، زیرا در آنجا مردمانی هستند که فقط الله متعال را پرستش می کنند و تو به امرای آنها الله متعال را پرستش و عبادت کن و مبادا به سرزمین برگردی که انسانان آن سرزمین انسانهای نابکار و بدی هستند. مرد تائب حرکت کرد، ولی تا به نیمه راه رسید مرگش فرا رسید. در این حالت فرشتگان رحمت و فرشتگان عذاب در مورد او به اختلاف پرداختند. فرشتگان رحمت گفتند: او آمده در حالی که قلباً توبه کرده بود و رو به سوی الله متعال داشت. ولی فرشتگان عذاب گفتند: او هرگز هیچ عمل خیری را انجام نداده است. در این لحظه فرشته در سیمای انسان به نزدشان آمد، او را در میان خودشان به قضاوت نشاند. آن فرشته گفت: فاصله ای را که در بین دو سرزمین طی کرده است مقایسه کنید. به هر طرفی که نزدیکتر بود او از آنجا خواهد بود. یعنی اگر بر سرزمین اولیش نزدیکتر بود از آن فرشتگان عذاب می باشد و اگر بر سرزمین دومی نزدیکتر بود از آن فرشتگان رحمت می باشد. وقتی مقایسه کردند دیدند بر سرزمینی که قصد هجرت به آنجا را داشت نزدیکتر است. پس فرشتگان رحمت او را برگرفتند. در روایت صحیح دیگر آمده است که به آن روستای صالحان به اندازه 1 وجب نزدیکتر بود، پس از اهالی آنجا محسوب شد. همچنین در روایت صحیح دیگر آمده است که خداوند بخشاینده به آن سرزمین گفت: دور شو، و به این سرزمین صالحان گفت: نزدیک شو. سپس گفت: بین آن دو سرزمین را مقایسه کنید. در این لحظه دیدند که به سرزمین صالحان به اندازه 1 وجب نزدیکتر است. بنابراین پروردگار او را بخشید و مورد مغفرت خویش قرار داد. بله، چه کسی می تواند میان او و توبه فاصله بیندازد؟ ای کسی که می خواهی توبه کنی، آیا گناه بزرگتر و عظیمتر از این مرد که خداوند توبه اش را پذیرفت داری؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.